خود سبزیجات آوردم. یعنی بعضی از پرنده ها از این فکر کنم کوچیک‌ترن، شاخک‌ها رو. استرالیا پر از حشرات تو مخیه. عجب چیزی شده. این جنگل‌های آمازون میمونن. خیلی خفنه اینجا. ولی اینجا گم بشی دیگه تمومه. هنوز یه خورده راه مونده. ماشین رو باید یه جای خوب پارک بکنم، نزدیک که شدم تا جایی که میشه و بقیه‌ش رو پیاده برم. مسیرش یه خورده ناهمواره ولی خب بریم دیگه ببینیم چی میشه. من یه جایی اومدم دیگه راه برگشتی نیست، نمیتونم دور بزنم، باید برم ببینم چی میشه دیگه، ولی نزدیکم. کانگوروها رو دوتا، این هم جاییه که ما اومدیم. چقدر قشنگه. عجب جای قشنگیه، خلوت، هیچ کس نیست، روی بلندیه و اگه تو دوربین معلوم باشه کوههای آبی یه حالت چمنزاره و یه مرداب مانندی هم اون وسط، خیلی قشنگه، واقعا فوق العاده است. زیاد باد نمیاد، برعکس دفعه قبل که طوفان شده بود. میخوام آتیش هم اینجا راه بندازم، چادرم هم این محدوده و حالشو ببرم. منتظر غروب آفتابم. غروب آفتاب فوق العاده میشه فکر کنم اینجا، خیلی خوبه. بکره میخوام تا هوا تاریک نشده چادر مادر رو ردیف کنم. هنوز نهار نخوردم، سریع نهار رو درست کنم که از غروب آفتاب لذتشو ببریم. چرا خیلی خنک میشه هوا. امشب فکر کنم -3 درجه بشه، هواشناسی که چک کردم. الان بدک نیستش ولی یه باید سیستم خواب یه جوری باشه که شب یخ نزنیم.
غروب آفتاب، آواز پرنده ها. عجب جاییه اینجا. آتیشو راه انداختم. ناهارمو میخوام درست کنم. البته اگه بشه اسمشو ناهار گذاشت. ساعت 5:40 است و ناهار هنوز نخوردم. استیک دارم با نمیدونم حالا چیز دیگه آوردم. خوردش نکنم بهتره. اینا رو تازه گرفتم، خیلی کوچیکن و سبکن و یه خورده نازکن. اگه خم نشن فوق العاده است واسه این کار، چون خیلی سبک و کوچیک. 2 تاشو گرفتم. مایتابه نیست، این ظرف پیتزا. ببینیم چی میشه اگه نسوزونه غذامو. زغال میخوام، آتیش نمیخوام. بسیار. سرد شد، کاپشنمو پوشیدم. امشب قراره حسابی سرد بشه. دمای 3 درجه 2 درجه فکر میکنم بود، ولی زده بود تا منفی 3 درجه و نیم هم میرسه. اینم از ناهار ما. عجب غروب فوق العاده ایه، حرف نداره. به موقع رسیدم. اگه یه خورده دیرتر میرسیدم خیلی عذاب بود. خودسرشی بیام تصم از عقب بیفتم. آتیشم خاموش شد. مایتابه رو گذاشتم روش، خفش کرد. البته زغال احتیاج داشتم. خورشیدم داره میره پشت کوها. چقدر اینجا قشنگه. سخت بود اومدن اینجا ولی میارزید. توش پخته یا نه؟ حرف نداره.
با سبزیجات آوردم سلامت بشین. واقعا زیباست اون سمت، قرمزه. حالا 2 کانگورو با هم دیدیم، حیوان دیگه ای نیومده. دوست دارم از این مارمولک بزرگا رو ببینم، خیلی بزرگن، یه زبونی داره میزنه بیرون، این ماره. و یادم میاد اون اولاش که یه دونه از اینا دیدم واقعا ترسیده بودم، بعد فهمیدم که نه، زیاد اصلا خطرناک نیستن. فکر کنم باید این چوبا خیلی کلفتن، یه جوری نصفشون کنم، قشنگ نمیسوزه، نرم هم دارن. به خورده کنده مونده اینجا از کنده های گردن کلفتی هم، ولی اینا رو نمیشه به راحتی نصف کرد، تبر خیلی ریز دارم. این یه دونه کوچیکه بدک نیست، ولی کاپشنمو پوشیدم، یه خورده سرد شد، عرق کرده بودم، یه خورده لرز افتاد به تنم. اینا هم بوش خوبه، هم پشه ها رو دور نگه میداره. چون این لامپ رو روشن کردم، پشه ها هجوم آوردن بهم. حالا شد. نوبتی هم باشه نوبت چاییه. کتری آوردم یه خورده آتیش جون بگیره، چایی رو ردیف میکنم. غروب خوب داشتیم، غذا رو خوردم، نهارم رو خوردم، ولی خیلی دیر. یه فکر کنم شام باید یه 3-4 ساعت دیگه هلوش ساعت 10-11 بخورم. چایی رو گذاشتم، چایی رو بخورم، یه خورده جون بگیرم، شاید چوبا رو یه خورده خورد کنم و اینکه مواظب باشم اینجا
سر نخورم بیفتم پایین لبه پردگاه هم بهتون نشون بدم. این چیزی که اینجا گذاشتم صندلیمه، اینجا هم که پردگاه خالص. یه خیلی باید مراقب باشم، فکر کنم صندلیمو اون سم بذارم بهتر باشه. اینجا خیلی بهتره. حالا این شاپرکا خیلی دارن اذیتم میکنن. یکی اینقدر، یه فکر کنم 2 تا الان از این اودا روشن کردم، یه دونه دیگه روشن کنم شاید اینو واسه پشه کوره است، شاید نمیدونم، شاید اثر کنه. اودا ضد حشره. این یه دونه هم اینجا، بلکه هم دورشون نگه داره. بفهمون چای آتیشی. انقدر تحرک داشتم تو این سرما گرمم شده، داشتم عرق میکردم. دورشون نگه میداره، ولی وقتی که آتیشش کامله شاپرکا میان. این دوده است که دورشون نگه میداره دیگه. اینم چالش امشبه، دور نگه داشتن حشره‌های عظیم الجثه استرالیایی. هر کدومشون یکی انقدر، یعنی واقعا پرنده است این شاپرکی که من دیدم. سریع بعد باید یه اسپری بیارم، اسپری ضد حشره، همه رو بکشم. این محدوده‌ای که من توش هستم یه جنگل خیلی بزرگیه، بهش میگن کوههای آبی، حالا به انگلیسی. دلیلش هم اینه که یه درختای اینجا زیاد داره که گاز آبی مانندی از خودشون ترشح میکنن و شما وقتی که از دور نگاه میکنید همشون آبی به نظر میرسن. آتیش خود داره میخوابه. این چوبایی که گذاشتم فکر میکنم نم دارن و خیلی هم کلفتن و یه فکری به حالش بکنم. این رویه بگیره خیلی خوبه. میخوام شام آماده کنم چون احتمال بارون خیلی زیاده. آسمون ابریه و یه خورده داره باد میاد. گشنم هم شده. اینو ببینید. ببینید چقدر بزرگه. پر میزنه میاد تو سر و صورت آدم. دقیقاً پرنده است. یعنی بعضی از پرنده ها از این فکر کنم کوچیک‌ترن، شاخک‌ها رو.
حتما باید در قابلمه رو بذارم که شاپرکا نیفتن توی غذام. تو این چند ساعته شاید 7-8 تا افتادن توی آتیش. یا گرماش جذبشون میکنه یا نوری که داره. شامو راه بندازم تو بارون نگرفته، شامو بخورم و تخت بگیرم بخوابم که طلوع آفتاب اینجا دیدنیه. پاستا میخوام درست کنم. خمیرشو از خونه درست کردم آوردم و کلی پنیر پارماژان و ریحون و از این چیزا میخوام بریزم توش با روغن زیتون. چیز خوبی میشه. یه 2-3 دقیقه بمونه فکر کنم پخته. خیلی گشنم شده. تحرک الکی دارم میام کمپینگ. میرم یه دور بر میچرخم. سوزه. یه خود کرم خوب میشه. چرب و چیلی. این خمیر پستو حرف نداره. ایتالیایی ما تو ایران نداشتیم. من عاشق اینم. ریحون و پنیر پارماژان و اگه اشتباه نکنم چند تا چیز دیگه. این ریحون تقریبا تازه درست شد فکر کنم. غذایی شده. چند تا گوجه ریزم میریزیم توش. عجب چیزی شده. فکر کنم کره یه خورده زیاد ریختم ولی خوشمزه باید بشه. میگه استرالیا فکر میکنن مار و عقرب و عنکبوتای گردن کلفت و تمساح از این چیزاست، ولی در اصل استرالیا اونا هم داره ولی اونا رو زیاد نمیبینی. استرالیا پر از حشرات تومخیه، مثل این شاپرک‌های عظیم الجثه و کنه های خیلی بدفرم و از این چیزا، یا پرنده هایی که حمله میکنن به غذاتو میدزدن.
قرار دارم شب منفی 2-3 درجه بشه، ولی فکر میکنم 5-6 درجه باشه، 7 درجه مثلا گرمم شد. حالا یا من زیاد تحرک داشتم نزدیک آتیش بودم یا اینکه واقعا زیاد سرد نیست. تمیزش کنیم که فردا با آب جوش قشنگ ضد عفونیش میکنم. ای کاش ماشینم نزدیک بود میتونستم آشغال ماشغالا رو تمونده غذا رو توش بذارم، چون اینا بعد حیوان جمع میکنه شب. روی درخت بس کردن و اینا هم جواب نمیده. بعضی موقع میسوزونمش. ببینیم چیکار کنیم. توی پلاستیک بذارم یه جای دورتر از چادرم. خورده سیب زمینی آورده بودم، این سیب زمینی ریزا تنوری کنم با کره و این چیزا بخورم. الان که فولم، فکر نکنم امشب دیگه بخوام چیزی بخورم. آتیشو خاموش کنم و بگیرم تخت بخوابم. غذا رو خوردم، آتیش رو خاموش کردم، دارم میرم بخوابم. صبح میبینمتون. صبح بخیر. ساعت 5:30 صبح، فکر میکنم ساعت 6 طلوع آفتاب باشه. مه خیلی شدیدیه، بهتون نشون بدم. میخوام چایی رو ردیف کنم چون واقعا سرده. یادم نبود اینو باز کنم، داغم شده. دیگه چی بود میگم؟ نظرم برگشت میخوام قهوه بزنم به جای چای. البته چای من گم کردم، نمیتونستم پیدا کنم. نه وضعیت مه خیلی بهتره. دوست داشتم طلوع آفتاب ببینم که هوا خیلی ابریه. احتمالا بعد 1-2 ساعت بارون هم بیاد. بارون که خیلی اومده. چیش اومده.
قهوه سنگین. وقت صبحونه است، بریم که صبحونه رو درست کنیم. خب قهوه‌مو خوردم، صبحونه رو خوردم، گرمم، دارم یواش یواش جمع جور میکنم که برم. امیدوارم که لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ. لایک و سابسکرایب یادتون نره.